یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از تاجیکستان از زندان زیر نظارت ترکیه غیب زده است. پرویز سیدرحمانوف بیشتر با نام ابوداود مشهور است و در محبس افرین سوریه نگهداری میشد. تلویزیون TRT ترکیه ماه نوامبر سال گذشته در برنامه او را در زندان افرین نشان داد و یک پارچه صحبتش را پخش کرد. مقامات تاجیکستان آن وقت گفتند که تلاشی به کشور آوردن جنگجوی خطرناک داعش را دارند. افرین شهرک در سوریه است که حالا از جانب نیروهای ترکی نظارت می شود. فعلا معلوم نیست او فرار کرده است و یا به زندان دیگر انتقال یافته است. دو مصاحب رادیو آزادی که با او تماس داشتند گفتند ظاهرا ابوداود در آزادی است. مقامات زندان افرین این موضوع را شرح ندادند، ولی یک زن تاجیک که همراه با همسری اوسیتینی ابوداود در زندان قرار دارد بر رادیو آزادی گفت بیشتر از یک ماه باز دیگر در این محبس نیست. این زن که با دلیل‌های امنیتی از اون نام برده نمی شود گفت همسرش ماه 2 بار با او وامی خورد ولی دیگر زیاده از یک ماه باز ندیده است. زندانبانها گفتند که او دیگر نیست ولی شرح ندادند که کجا شده است، گفت او. یک زنی تاجیکی دیگر که در پناهگاه الحالی سوریه قرار دارد بر رادیو آزادی گفت اولی ماه ایون ناگهانی ابوداود با او زنگ زده از احوال یک فرزندش پرسیده است که در همین پناهگاه نگه داشته می شود. مقامات تاجیکستان میگویند آوازه گویا فرار کردن ابوداود به گوش آنها رسیده است ولی این را حالا تصدیق یا رد کردن نمیتوانند. یک مقام انتظامی در پاسخ خطی بر رادیو آزادی نوشت هنوز پاسخی از ترکیه نگرفتند. او گفت وقتی بحران کرونا ویروس پیش آمد دیگر این مسئله بررسی نشد. او افزود به مقامات ترکیه مکتوب فرستادیم که به ما شهر دهند شهروند تاجیکستان پرویز سیدرحمانوف در کجا قرار دارد ولی حالا جواب رسمی نآمده است. پرویز سیدرحمانوف را مقامات تاجیک عضو خطرناک سازمانی به نام دولت اسلامی یا داعش می‌دانند. پلیس بین المللی اینترپول با درخواست روسیه او را تحت جستجو قرار داده است.